ما رو نگاه کن، سه تاشون عینه‌هو کریم شیره. آقا اون موشک بود ما خورده؟ چی میگه؟ بابا سرعتش زیاد بود، فکر کردیم شهاب سنگ اومده. اشکا پس چرا خودزنه میکنه؟ مگه با خورزوخان داری میزنگی؟ من که نزدم، حتما این آقا داوود بوده. داوود پاش ببینم چی میگه این. ای بابا اگر گذاشتی چرتی بزنی. کپای اغل ایران داره پاره پورمون میکنه. تو میخوای بخوابی؟ من تو قراردادم نوشتم فقط راکت های ماست. هایپرسونو خوردی میگی جلوشو بگیر. داداش بزن که فقط به ما گیر بدی. یه چیزی هم به این گنبد آهنم بگو. نه تو خوبی. باید رفتگیری‌های بی‌نظیرت باید آرتری صدات کنه. والا فعلا که تو شدی عروس ایرانیا، همه به نازنین میشناسنه. آقا دعوا نکنید. به نظرم به جای این کارا باید حملات ایرانی‌ها رو سانسور کنیم. چطوری اون وقت؟ کاری نداره. از صدا سیما ایران 2 تا سانسورچی بیاریم همه چی تمومه. اوه خریت کردم بین حمله کردیم الان روم نمیشه زنگ بزنم. به نظر منم این کارو نکنی بهتره. چرا؟ یهو دیدی خانم امامی گوشیو برداشت، اون موقع شرف برات نمیمونه. چی میگه؟ اصلا برید بین آخونده بگید جنگو تموم کنن. خسته شدیم بابا. وقتی این سلاطین میرن با کشوری که 80 برابر خودشونو زعیم میکنن، اینم میشه نتیجهش. والا فعلا که شما تلفاتمون زیاد کرده. آره ما میگفتیم ایران سر ما رو باید بکشیمش. بفرما اینم سرش. نه سلام علیکم. میایسن ارادور میدارش خسته نباشید. سلامت باشید دوستان، اینم خدمت شما. اینا چیه دیگه؟ چیزی نیست، وازلینه. تکنولوژیا. خب کتی؟ هیچی، گفتم چپ کنید یه رخ ستیل متیل اومد اذیت نشید. چی میگه؟